سلام خدمت عزیزان. شرکت بعدی که میخوام براتون معرفی کنم خمهر مهکان پارس. این شرکت جاده مخصوص کرج، مساحت شرکت 144,000 متر تو جاده مخصوص. یه کارخونه تو کرمانشاه هم داره 99,000 متر. حالا میشه گفت کارخونه دیگه هم تو خراسان 15,378 متر. این شرکت از لحاظ فروش فوق‌العاده است. حدود این ماهی که ما توش بودیم 18200 میلیارد فروش داشته، فقط تو یه ماه 8200 میلیارد تومان تو 8 ماه فروش داشته. بعد ارزش بازاری شرکت 1364 میلیارد تومانه. یعنی این شرکت هر ماهش اندازه ارزش بازاری شرکتش داره فروش میره. نگاه کنید پیسیش هم 0.13، یعنی تقریبا تو هر ماه فروش اندازه خود شرکتشو داره. خب این شرکت فوق العاده است از لحاظ اهرمی. منتها یه نکته که شرکت اذیت میکنه قیمت گذاری دستوریه. خب 153 ریال زیان محقق کرده تو 6 ماه. تولید کننده انواع سپر و داشبورد و صندلی و رودلی بخور. سهامدار اصلیش خگستر، اکثر تولیداش برای ایران خودروه. افزایش سرمایه که از سال 1400 داده 40% افزایش سرمایه بوده. اوج قیمتیش هم سال 99 بوده 1800 تومان. شما یه افزایش سرمایه 40% داشته باشی تقریبا 720 تومن، حدوداً از قیمت 1800 کم کنیم میشه 1100 تومن. در حال حاضر 200 تومن داره معامله میشه، یعنی تقریبا 1/6 داره قیمتش معامله میشه. این شرکت از لحاظ دارایی فوق‌العاده است. 144,000 متر فروش فوق‌العاده‌ای داره. به نظر من میتونه یکی از شگفتی سازا باشه. همین مساحت خود زمین شرکت رو بگیرید، الان 7-8 هزار میلیارد، فقط 8 هزار، حداقل 10,000 میلیارد تومان پول زمین و املاکش حداقل. شرکت فعالی هم هستش، میتونید روش حساب کنید. اینم داشته باشید، فوق العاده است، میتونه خوب باشه. دوستان کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. با تشکر از حمایتتون، ممنونم.